بیکار کردن قانونهای شریعت نمانند قانونهای وضعی از سبب خطاگی باشد. مثلا قانون وضعی یک قانون میگذارند، میبینن که مردم وی اطاعت نمیکنند یا مردم انقلاب کردن یا فشار مقصد رازگی ندادن به این قانون، خلاصه قبول نکردن، بعد اینا فکراشون تغییر میدن. اما از آن شریعت این خیلی نه، یا همون قانون به همین جامعه تغییر نگرفت، موافقت نکرد به طبیعت مردم، بلکه ضرر آورد، بعضی جهتاش ناآموخته قانون صادر کردن، بعد تغییر میدهند. اما از آن شریعت این خیلی نیست. الله تعالی دیده و دانسته این قانون مشروع میکند، سپس بعد گذشتن مدتی که حکمت و ضرورت از همین برداشته شد، بعد حکم نو جاری میکند. ما ننسخ من آیه او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها. در سوره بقره الله تعالی میگه ما وقتی که آیت رو بیکار میکنیم مثل خودش میبیاریم یا از او بهترش رو. در عین زمان همین حکم به مردم مناسب بود. وقتی که فرصت آمد که الکی مردم میتوانند روی به کعبه بیارند، دیگه اسلام عزیز شد، دیگر با قوت شد، دیگر امر کرد